فکر میکنی آدم باحالی هستی. تقریبا همه ما این تصور داریم. اما حقیقت تلخ اینه که بعضی عادتهای کوچیک و پنهان یواشکی باعث میشن دیگران از ما فاصله بگیرن و خودمون حتی متوجهشون نیستیم. توی این ویدیو با هم 5 تا از این عادتهای پنهان رو بررسی میکنیم و یاد میگیریم چطور اونها رو درست کنیم. شماره 5. تگ‌گویی در مکالمه. همه ما دوست داریم تو مکالمه دیده و شنیده بشیم. اما گاهی یهو وسط حرف طرف مقابل میپریم و داستان خودمون رو شروع میکنیم. به این رفتار میگن تگ‌گویی و واقعیت اینه که باعث میشه طرف مقابل احساس نادیده شدن کنه. یه راه حل ساده برای جلوگیری از این مشکل قانون 3 دقیقه است. وقتی کسی خاطره یا تجربه‌ای تعریف میکنه، حداقل 3 دقیقه فقط گوش کن. سوال بپرس و واکنش نشون بده. با همین تمرین ساده مکالمه‌ها جذاب‌تر میشن و رابطه‌ها قوی‌تر. شماره 4. عقل کلبازی. همیشه یه فکت جالب داری که میخوای به همین نشون بدی یا مدام دنبال این هستی که کسی رو اصلاح کنی. شاید فکر میکنی داری کمک میکنی، اما روانشناسی میگه بیشتر این رفتار برای حس برتری و ثابت کردن هوش خودت. نتیجهش چی میشه؟ دیگران احساس میکنن که قضاوتشون میکنی و کم کم ازت فاصله میگیرن. راهکار چیه؟ اگه کسی ازت سوالی نکرده، اون فکت جالب یا نظر کارشناسی را برای خودت نگه داری. به جای اثبات هوشت، با شنیدن و همراهی کردن ارتباطت رو قوی تر کن. شماره 3. پرش وسط حرف بقیه. وقتی کسی داره حرف میزنه و تو وسط حرفش میپری، حتی اگر قصدت نشون دادن هیجان یا همدلی باشه، طرف مقابل حس میکنه حرفش بی‌ارزشه. راهکارش چیه؟ دفعه بعد که خواستی وسط حرف کسی بپری، انگشت شستتو فشار بده و به خودت بگو صبر کن. یادت باشه سکوت بعد از حرف طرف نشونه هوش توئه، نه ضعف یا خنگی. شماره 2. ناله و انرژی منفی. همش خور میزنیم که فعلان شده، پولمون کافی نیست یا پروژه کاریمون عقب افتاده. اینا شکایت ها انرژی منفی تولید میکنه و اطرافیان رو خسته و کلافه میکنه. فرق درد دل واقعی با نق زدن چیه؟ درد دل واقعی باعث میشه آرامش و پیدا شدن راه حل به همراه داشته باشه. مثل وقتی که با دوستت درباره استرس سر امتحان حرف میزنی و راهکار میگیری. نق زدن مثل ریختن آشغال ذهنیت روی بقیه است و مدام تکرار میشه. مثل مدام غر زدن درباره همکار یا رئیس بدون تلاش برای راه حل. راهکار عملیش چیه؟ وقتی که ناراحت شدی، قبل از حرف زدن از خودت بپرس این صحبت آیا کمکی میکنه یا فقط انرژی منفیه؟ حرفایی رو بزن که راه حل یا آرامش به همراه دارن. بقیه حرفا رو نگه دار برای خودت. شماره 1. فابینگ یا همش سر توی گوشی بودن. وقتی با گوشی مشغولی، حتی اگر کار خاصی انجام نمیدی، ناخودآگاه پیام میدی تو برام مهم نیستی. این کار سریع باعث فاصله گرفتن آدم‌ها میشه. راهکارش چیه؟ گوشی رو بذار توی جیبت یا کیفت و با حضور واقعی توجه تو به طرف مقابل نشون بده. این یکی از قدرتمندترین و ساده ترین نشونه های احترام و ارزش گذاشتنه. خب همانطور که دیدید این 5 عادت مخفی میتونن یواش یواش فاصله بین شما و اطرافیانتون رو زیاد کنن، حتی بدون اینکه خودتون متوجه بشید. خبر خوب چیه؟ همه اینها عادتن و با کمی خودآگاهی و تمرین قابل تغییر هستن. هدف اینه که ورژنی از خودمون بسازیم که شنونده تر، همدلتر و حواس جمع تر باشه، که بتونیم ارتباطمون رو قوی تر کنیم. حالا یه سوال براتون دارم. کدوم یکی از این عادت‌ها روی شما بیشترین تاثیر رو گذاشته و آماده اید که اولین تغییر رو شروع کنید؟ تجربه هاتون و نظرهاتون رو کامنت کنید و یادتون نره لایک و سابسکرایب رو هم داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید تا به کشف رازهای بیشتری از ذهن و رفتار آدم‌ها ادامه بدید.